پسر وظیفه تو توی خونه چیه؟ ها؟ خوردن و خوابیدن از خونه در رفتنه؟ تو دیگه بچه نیستی، 9 سالته. وقتی که من 9 ساله بودم به پدر مادرم کمک میکردم. چرا من عصبانی میکنه؟ ها؟ تو مگه عقل نداره؟ تو مگه شعور نداره؟ تو مگه نمیفهمه؟ خدا جایداد داره. لا 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 این بچه هم نمیدونم چرا از امروز صبح تا الان اینقدر کسله. زهرا مادر جون یه چایی برای بابات بریز بیار.